چشم‌های شیشه‌ای ناظر بر رفت و آمدها. چشم‌هایی که این روزها به همت یک شرکت دانش بنیان و با استفاده از هوش مصنوعی تبدیل به ناظران هوشمند شدند. برای مدیریت ترددها و تشخیص چهره هست و پردازش تصویر. محصول ما توی زمینه AI هست که توی در واقع سیستم‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌های مختلف در حال حاضر مستقر شد. به جای اینکه در واقع از کارت‌ها و کارتخوان‌ها استفاده بشه یا اثر انگشت استفاده بشه، میشه از مبتنی بر هوش مصنوعی که در واقع این تشخیص چهره رو کار میکنه استفاده بکنن که در واقع خیلی سرعت کار و دقت کار رو بیشتر میکنه. این محصول با تجزیه و تحلیل تصاویر افرادی که به مکان‌های خاص وارد یا خارج میشوند را شناسایی میکند. این محصول ما تشخیص با عینک، تشخیص با ماسک، حالتهای مختلف چهره، حتی شناسایی بر اساس تصاویری که ممکنه توی دیتابیس باشد مشابهش یا نباشد رو ما میتونیم داشته باشیم. حتی یک ویدیو از محیطی که در واقع تردد صورت گرفته، ما این رو توی در واقع واحدهای حراست مختلف ارائه کردیم و این محصول برای شناسایی مجرمین در واقع دقت بسیار بالایی داشته. این نمونه‌ای هست که یک هشدار هم برای ورود افراد غیر مجاز ما میتونیم داشته باشیم که حالا واحد حراست متوجه این افراد بشه. در نسل جدید محصول کنترل تردد از دوربین‌های چند کاره هوشمند استفاده شده که علاوه بر شناسایی افراد قابلیت پلاک‌خوانی را هم دارد. برای بحث ترددهای پلاک‌ها به جای اینکه در واقع بیان توی صف بایستن، حالا یک نگهبانی احراز هویت بکنه اون شخص رو آیا هست یا نه، یک بار پلاک‌ها ثبت میشه و بعد از اینکه میخوان تردد بکنن یا اینکه در حالا پارکینگ یا در واقع تو سازمان ها میخوان تردد بکنن، این پلاک زمانی که در واقع شناخته میشه مبتنی بر هوش مصنوعی، این تشخیص پیدا میکنه که این فرد احراز هویت شده است با پلاکش و میتونه مجوز ورود داره. به گفته فناوران شرکت دانش بنیان، این سامانه در حال حاضر تجاری سازی شده و 50,000 کاربر در سراسر کشور برای تردد از آن استفاده میکنند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.